می تقصیر نه که می زبان تشکه بخورده به می جنگل تشکه بخورده به می کارخانه فرش گیلان الکتریک، می کارخانه فرش گیلان تشکه بخورده به می زمین پدری در روستای پدری. می تقصیر نه دونی من مجبورم، من ناچار اگه کسی می جا بیسه حالا با می هدف ها می برنام مجبوره. بنابراین حرفی هم که تینم بزنم یه جورایی راجع به همه چیزه. اونی که دوست عزیز، چه مردی چه زنی چه مرد زنی هر چی که ایستی، اگه این سامون من زندگی کنی، حتی اگه اصالتا گیلک و تالش نی ولی خودت ایره رشی دونی، یه جورایی حس کنی که این سرزمین من زندگی بودویه رشی ایستی، باید یک چیز بفهمی، یک چیز بدونی. اما وارد یک مرحله‌ای بگون از لحاظ زیستی تمدنی خودمون، اقلیمی، فرهنگی، تولیدی، اقتصادی که بازگشت پذیر نه. یه زمانی شما میگید آقا من فلان چیزی که خونم این فشار خون زین جور از این جایی آقا نخورم هنه جیر، ولی یک جایی یه آسیباییه که تو ده نخوری بخوری اوشون ده ببو. الان ده بخوای فکری بکنی باید هم اونی که فشار جور ابر ده نخوری همین که ایشون یه فکری بکنی. اما در این مرحله اینو باید بفهمیم. چرا مهمه؟ چون که خیلی از مسائل لوکس و لاکچری تصور نکنیم. هندسی حرفای تکراری پا ننشیم. یه حرفای تکراری که خسته کننده، چه راجع به محیط زیست، چه راجع به اقتصاد، کشاورزی، زبان، فرهنگ. ایشون هو موقع هم که همه به مرحله بازگشت ناپذیر فن رسیدیم راه حل نبود، جوابگون نبود. النیده اصلا میگم از این مرحله عبور بودیم. اینو باید درونی بکنیم، باید بفهمیم. بشیم آمارون سر، پژوهش‌های علمی سر، ببین دانشمندان راجع به دریای کاسپیان چی گفته دارن، پژوهشگران راجع به این سرزمین چی گفته دارن، آمارون راجع به این وضعیت چی گفته داره. فقط هم اقلیم نه، اقلیم مهمتره چون که خودمون داریم. گیلان مگه به چی شناسیم؟ مثلا همین هویت مگه چیسه؟ اصلا هیچ زبانی که خواهیم حفظ بکنیم، تو وقتی 90% دی گونه‌های جانوری و گیاهی اصلا دن اصلا تو منشون بینی، آخه اون کلماتو تو به کی خواهم منتقل بکنید؟ تو جز به باستانشناسان. بنابراین من شاعر، من نویسنده چی غلط خواهم بکنم؟ اینشو بهم تشکیل بخورده، منم از بدبختیه که مجبورم راجع به همه‌شون حرف بزنم. ولی الان امروز خواهشی که دارم راجع به خودمونه، سرزمین، همین تیکه‌ای که دوست، همین 14000 کیلومتر مربعی که یه تا صبح تا شب این ماشین هم بچرخیم بگردیم همین خونه، این به مرحله بازگشت ناپذیر برسه. اعلام خطر کردن نم، هشدار نه، قرار نه بگون باور نکنین، بشین بینین، بشین کوهان سر، بشین یلاق من، بشین بینین. وضعیت چشمانه، وضعیت فرسایش خاکه، وضعیت جنگل تراشیه، وضعیت بیابانزاییه، وضعیت ریزگردی که دنیم. نیما با من صحبت بود راجع به مسائل فکر کنم. این بحث‌های تخصصیه. آدمایی هستن که این مسائل خیلی وقت حرف زده دارن. ولی میارف اینه که بگذشته من وارد این مرحله بودم. راه چارم دو تا مشکل باید حل کنم. همین زباله هم که هم مشکل داریم، یه دونه مشکل اینه که اینو چی بکنیم از این به بعده، یه دونه که اونه که تا الان دچه هم نامه هر جاشنی هر محلش اونه چی بکنیم. تنها جاییم که همین مردم به دانش اعتقاد پیدا کنن اینجور جهانه. با یه خیال راحت علم حل خواهد کرد. نه اتفاقا تنها جایی که نشان به دانش اعتماد کنن ایره. هیچ تضمینی نه که حتما حل خواهد کرد. برای اینکه حالا مفصله جهان جور دیگه ای مسائل حل کنه. به همین دلیل میشه که خیلی از مسائل خیلی مسخره ممکنه تا همین الان حل نبوبین. اما ولی باید اینو بفهمیم. اینو بفهمیم بعد هر کاری که داریم انجام بدیم. هر خدمتی یا هر خیانتی که داریم. خلیم همین بساط جمع کنیم ایرجی بشیم. خلیم چه دونم هر چه زودتر مثلا هر چی بمونسه لقمه بگیریم بشیم. یا یه نفر میمرسه و میگه آقا خلیم اینو یه روزی چک کنیم. به هر حال باید با این واقعیتی که علمیه، فکت روبرو تا پایان این قرن
تا پایان این قرن احتمالا شاید مرداب انزلی نینه قرنی که گوته دارم پیش بینی های اوتوره، ولی من فکر کنم قرن خیلی چیز طولانی برای اتفاق. 25% دریای کاسپین تا پایان قرن خشک کردن. یعنی این دریایی که الان شما دارین تا پایان قرن، تازه تا پایان قرن با محاسبات فعلی، یعنی افزایش شرایط، تشدید شرایط ایشون هم اصلا کار ندارن. 3/4 اینه. و فقط فکر کنین کدوم قسمت خشک کنه. فکر کنین از این کشورهایی که دوره دریای کاسپین ایستن، کو کشور بیشترین آسیب اینه؟ او کشوری که یه تل نواره دارن سبز، تمام اون مردم و خانه اونو من پاسخگو بودن. تمام مردم حالا تعطیلات که هیچی، چون زندگیشون آینده نسل‌های بعدی. هیچ سرزمین بدن حالا قرار با همچین بحران روبرو بشه. فکر کنم زیاد توضیح نیاز نه، همیشه واضحه. حتی من فکر کنم ناراحت بودن و غم خوردن فرصت هم نه. یعنی خودم به شخصه حتی ده میسمیراژی هم خسته بودم واقعا. اینکه استوری بکنی آی وای ایتو بگو، استاتوس بنویسی، میسمیره همه بیچاره بوده. هیچ اتفاقی ده که نه. فقط همه اون شرایطی که شاید یک روزیش هست بگرده از اونم عبور بوده. چون ادامه بدیم. هیتو با همین شرایط ادامه بدیم، بریم چی بنیم. علم عمل گوته داره چی بنیم.